من قول داده بودم لحظاتی پیش که در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه یکی از دروغ‌هایی که این آخوندا میگن رو خدمتتون پخش بکنم. این کلیپ رو ببینید، من مختصری در موردش صحبت میکنم. ما کلیپ ها اینجا پخش کرده بودیم از آخوندها که میگفتن که ائمه مثل خدا هستن و خدا 14 تا خدا مثل خودش آفرید که فرقشون با خدا این است که علیاذ بالله اون خدا خالق است و اینا مخلوق هستن. از این کفریات که از زبان آخوندها بارها در این شبکه شنیدید که ما کلیپ های پخش کردیم. حالا ایشون اومده در یکی از این شبکه‌ها میخواد دفاع بکنه از این مطلب. با هم ببینیم اینو که معلوم الحال هم هست دیگه، صداقت ایشون هم مشخص هست. از آیت الله بهجت که ایشون فرمودن فرقی بین ائمه و خدا نیست، طبق مبنایی که ظاهرا کلیپ رو پخش کردن، غیر از اینکه ائمه مخلوق هستن و خدا خالق. ما دقیقاً همین میگیم، ما تعارفی نداریم، ابایی هم نداریم، صریحاً همین میگیم. بخاری هم همین میگه. کجای بخاری؟ صحیح بخاری جلد 5 حدیث 2384. خدای متعال میگه اگر بنده من از من اطاعت بکند، من خودم جای چشم، جای گوش او میشینم، خودم جای چشم او، جای دست او، جای پای او، هر خواستی داشته باشه انجام میدم. کسی که دست او دست خدایی است، چش او چش خدایی است، گوش او گوش خدایی است، همه قدرت‌های خدا بهش افاضه شده. اما این مثل کسیه که مثل لامپیه که به کارخونه وصله، هر زمان اتصال قطع بشه هیچی از خودش نداره. آیه قرآن هم میگه عبدی که مملوک است لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه، همه چیز از مولاشه. انسان به عنوان بنده خداست، تمام وجودش از جانب خداست. اما خدای متعال، حتی ابن تیمیه هم قبول کرده، میگه بنده من اطیعنی اجعلک مثلی، اطاعت کن منو تو مثل من میشی. ابن تیمیه هم قبول کرد، این وهابیا قبول نکرد. بله. اول میریم رو قضیه یه چیز بخاری که میگه که در بخاری این روایت اومده. دوستان عزیز دیگه باید آشنا باشید که عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. آخوند آخونده. اگر که شما مسئله معروف هست میگه که خر عیسی گرش به مکه بری چون بیاید همان خر باشد. اینها همونی که هستن، تغییر نمی کنن. پالانشون رو عوض بکنید، سروردشون رو عوض بکنید، دین و عقیده اینها بر اساس دروغ و تلبیس و خیانت پایه‌گذاری شده. دوستان عزیز این روایت رو نشون بدید. روایت بخاری رو از اول تا آخرش نمیخونه. روایت بخاری برادرای عزیز و خواهران گرامی، این روایت در حقیقت در مورد کرامت اولیا داره صحبت میکنه. اولیا کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی رو با توحید و یکتاپرستی عبادت میکنن. انسان‌های متقی و پرهیزگار هستن. هر انسانی میتونه ولی بشه، هر انسانی میتونه کرامتی داشته باشه که الله سبحانه و تعالی به بندگان مؤمنش عطا میکنه. این حدیث صحیح بخاری دقیقاً در مورد اولیاء الله هست. در اینجا از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده که ان الله قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اگر کسی یکی از اولیای من رو باش دشمنی بکنه، من با او اعلان جنگ میکنم. و در ادامه میگه و ما تقرب الی عبدی، میگه بنده من همچنان به من نزدیک میشه بشیء احب الیه، به اون چیزایی که من دوست دارم. الله سبحانه و تعالی چی رو دوست داره؟ کن ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اطاعت از الله، اطاعت از رسول، انجام دادن نوافل، فرائض و عبادت ها مسائلی است که الله سبحانه و تعالی دوست داره. مما افترضت علیه، از اون چیزایی که بر اون فرض کردم. چرا الله سبحانه و تعالی به ما فرض کرده؟ همین عبادت ها و اعمالی که به عنوان یک مسلمان ما قبول کردیم. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، همچنان بنده من به من نزدیک میشه با انجام دادن نوافل، حتی احبه، تا اینکه او رو دوست دارم، دوست می داشته باشم. فاذا احببته، وقتی که اون رو دوست داشتم، دوست خودم گرفتم، کنتو سمعه الذی یسمع بی. ببینید، کنتو سمعه الذی یسمع بی، من شنوایی او خواهم بود که به وسیله اون میشنوه. یعنی چی؟ یعنی انسان در مقام محبت، در مقام تعظیم، در مقام خوف از الله سبحانه و تعالی به حدی میرسه که همه وجودش
در راستای انجام دادن فرامین و دستورات الله سبحانه و تعالی و رسولش است. گوشش غیر از آن چیزی رو که الله سبحانه و تعالی میخواد نمیشنوه. منظور این جمله این احمق ها نمیدونن، چون در اوضاع به اینا که این چیزها رو یاد نمیدن، فقط این دروغگویی، تهمت زدن، افترا زدن، همین چیزها رو میگه. انسانی که مؤمن هست، ببینید وقتی که انسانی که الله سبحانه و تعالی دوست داره به درجه ای از تقوا و پرهیزگاری رسیده که الله سبحانه و تعالی ایشون رو جزء اولیاء الله قرار میده، گوشش هیچ وقت منکر رو نمیشنوه. گوشش چیزی رو میشنوه که الله سبحانه و تعالی دوست داره، پس گوشش در اختیار الله سبحانه و تعالی است. و در ادامه چی میگه؟ و بصره الذی یبصر به، و چشم او که با آن میبیند. یعنی چی؟ یعنی چشم این انسان آنچه را که الله سبحانه و تعالی زشت میپنداره و از محرمات هست نمیبینه، تنها آن چیزی رو میبینه، تنها به آنچه نگاه میکنه که الله سبحانه و تعالی دوست داره. و یده التی یبطش بها، دست او که با او چیکار میکنه؟ اون اعمالش رو انجام میده. پس وقتی که انسان به راه الله سبحانه و تعالی بره، از الله سبحانه و تعالی پیروی بکنه و آنچه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده عمل بکنه، دست انسان هیچ وقت به طرف عمل مخالف دستورات الله سبحانه و تعالی نزدیک نمیشه. این دست در اختیار الله سبحانه و تعالی است، به این معنی که هر چه الله دوست داشته باشه انجام میده و از آنچه که الله سبحانه و تعالی نهی کرده دوری میکنه. پس این شد دست خدایی، چشم خدایی، گوش خدایی. آنچه که الله دوست داره میشنوه، آنچه که الله دوست داره میبینه، آنچه که الله دوست داره انجام میده. و رجل التی یمشی بها، و پایی که به اون راه میره. یعنی پای انسان یک مؤمن متقی هیچ وقت به طرف فعل حرام، به طرف کار حرام نمیره. همه قدم ها و گام هایی که میگذاره در زندگی در راستای رضایت الله سبحانه و تعالی است. منظور از این روایت و این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این است و اینها اومدن این رو چسبوندن به چی؟ که بله در صحیح بخاری هم اومده که ائمه مثل خدا هستن. و در ادامه چی میگه؟ این گونه انسان‌هایی هستن که و این سألنی لأعطینه، اینها کسایی هستن که پیرو ایاک نعبد و ایاک نستعین هستن، مثل این آخوندا مشرک نیستن، از الله میخوان. این آخوند معتقد به ولایت تکوینی ائمه است، یعنی آنچه که ائمه انجام میدن، آنچه که در اختیارات اونها، این در تکوین اینها هست. اینها مثل ما بشر نیستن، اینا انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستن که به قول اون آخوندی که خودش اعتراف کرده بود 14 تا خدا مثل خدا، اینا ولایت تکوینی دارن و اعتقاد به ولایت تکوینی از ائمه یکی از اساسات دین تشیع است. خمینی در کتاب خودش میگه، کلینی در کتابش میگه، مجلسی میگه، صدوق میگه و همه اینا میگن که ولایت تکوینی جزء اصول اعتقادات شیعه در مورد ائمه است. معتقد به ولایت تکوینی ائمه هستن. ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی اینها خالق هستن، رازق هستن، همه اون صفاتی رو که الله سبحانه و تعالی داره اینا دارن. و ما مفصل در یک برنامه در مورد این قضیه صحبت کردیم. پس منظور از این حدیث صحیح بخاری این نیست که چشم اینا چشم الله می باشه، گوش اینا گوش الله می باشه، دست این هر کسی که این اعتقاد داشته باشه کافره. اما این آخوند نمیفهمه دیگه، مشکل این نفهمه رو ما نمیتونیم که چطوری حل بکنیم. در ادامه ببینید که چی میگه. انسان به عنوان بنده خداست، تمام وجودش از جانب خداست، اما خدای متعال حتی ابن تیمیه هم قبول کرده، میگه بنده من اطاعنی اجعلک مثلی، اطاعت کن منو تو مثل من میشی. ابن تیمیه هم قبول کرد، این وهابیا قبول نکردن. اطعنی اجعلک مثلی دروغه، دروغ به ابن تیمیه، با وقاحت تمام دروغ میبنده به ابن تیمیه به خاطر اثبات اعتقادات کفری و شرکی آخوندی خودش. دروغه. من تحدی میکنم اینجا که این روایت رو که میخونه بیار از ابن تیمیه نشون بده که در کدوم صفحه در کدوم جلد. شما که دیگه مخای کامپیوتری دارید به قول آقای قزوینی،
مانیتورتون چی شد، پروژکتورتون چی شد، چون نشون ندادید آدرس این رو؟ چون دروغ داره میگه. دروغ صراحتاً داره دروغ میبنده به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه. اما آنچه که در مجموع فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله در مورد این مسئله هست، من الان خدمت شما عزیزان نشون میدم. گفت که ابن تیمیه گفته که اطعنی اجعلک مثلی او یا اطعنی تکن مثلی. این دروغ میگه که ابن تیمیه این حرف رو زده، در حالی که در ابن تیمیه، دوستان عزیز نشون بدن، یک مبحثی داره در جلد 4 صفحه 270 شروع میشه، 271 72 همینطور در مورد یک قضیه فلسفی خیلی پیچیده است که مطرح کردنش اینجا وقت رو میگیره، که انسان قوی تر است یا ملائکه قوی تر است. اقوال صوفیه رو میاره در باره اینکه انسان مثلا قوی تر است و آیات قرآنی، ادله، استدلال، همه اینا رو جمع میکنه تا میرسه به اینجا. میگه که و قد جاء فی الاثر، میگه در آثار اومده. هر جا که دیدید فی الاثار اومده، این یعنی یک حرف همینطوری سر خرمن کسی گفته یا عبدی انا اقول لشیء کن فیکون، ای بنده من، حدیث قدسی است به اصطلاح، من به یک چیزی میگم که این گونه بشو میشود. اطعنی اجعلک تقول لشیء کن فیکون، از من اطاعت بکن، تو رو طوری میگردانم که تو هم اگر به یک چیزی بگی بشو میشود. متوجه شدید؟ این از این. برگردیم که این آخوند چه دروغ میبنده اینجا به شیخ الاسلام ابن تیمیه. انسان به عنوان بنده خداست، تمام وجودش از جانب خداست، اما خدای متعال، حتی ابن تیمیه هم قبول کرده، میگه بنده من اطعنی اجعلک مثلی، اطاعت کن منو تو مثل من میشی. اطعنی اجعلک مثلی، در حالی که اطعنی اجعلک تقول لشیء کن فیکون، این لفظی که ذکر میکنه اینجا نیست. ببینید این مطلب رو ذکر میکنه، بعد این روایت بعدی رو ذکر میکنه، همه این مسائل رو، بعد میاد در اینجا چی میگه؟ بعد از اون میگه فالجواب من وجوهن. الان اینا همه چی بود؟ شبهاتی بود که اینور اونور مطرح میکردن. حالا گوش کنید به جواب. بعد از اون میاد در چند صفحه رد میکنه این مسائل رو، این خرافات و به اصطلاح غلوی که صورت گرفته رو رد میکنه. و این انسان وقیح میاد در شبکه دروغ میبنده برای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله برای اثبات کردن کفریات و شرکیات خودش. منتها یک نکته رو بگم که همین که اطعنی اجعلک مثلی، این در کتاب‌های خودشون هست. در کتاب مستند الشیعه از محقق نرقایی جلد 1 صفحه 5 اگر اسمش رو درست تلفظ کرده باشم، فواید الرجالیه سید بحرالعلوم جلد 1 صفحه 38، امام علی احمد رحمانی همدانی صفحه 362، الجواهر الثانیه حر عاملی صفحه 361، جواهر الثانیه از حر عاملی صفحه 363، بهار الانوار مجلسی جلد 90 و 91 در جلد 90 صفحه 376، بهار الانوار مجلسی جلد 102 صفحه 165 که این رو ما پیدا نکردیم در بهار الانوار مجلسی نسخه‌ای که داریم، شاید که مصدرش رو اشتباه داده باشن. شجرت توبه از شیخ محمد مهدی حائری جلد 1 صفحه 33، ابو طالب حامی رسول نجم الدین عسکری صفحه 185، مستدرک الوسائل میرزا نوری طبرسی جلد 11 صفحه 258. این کفر در کتاب‌های خودشون اومده، اینجا میچسبانه برای شیخ الاسلام ابن تیمیه و دروغ میگه. به خاطر چی؟ به خاطر یعنی ثابت کردن عقیده دروغین خودشون.